اجازه نداریم آنها را زیر سوال ببریم در چارچوب منافع ملی که آن مرکز نشینان هم متاسفانه پایبند و قیدی به این مسائل ندارند. از جمله به کلیه مدیرانی که از بدو انقلاب در رأس فرهنگ استان قرار گرفتند، اگر از کلیه نمایندگانی که به مجلس رفتن، که من همیشه آنها را نمایندگان مردم خطاب نکردم، آنها نمایندگان حاکمیت هستند، اما مشکل کار اینجاست که مردم استان ما ادبیات حاکمیت را برای نقد نمیشناسند و یا این فرهنگ تقدیرگرایی که راحت گفته باشم با حضور آقای دکتر 10 مرده به شدت گسترش یافت که توامان با فقر و فلاکت و بیکاری بود. بنابراین مدیر فعلی فرهنگ که با یک لیسانس پرستاری و طی دوره حدیث مکاتبه‌ای، خوب توجه کنید، در پناه رانت و حمایت قومی آمده است تا فرهنگ عمومی و فرهنگ مدرن را در دیاری هدایت کند که دقیقاً از آغازین روزهای بعد از انقلاب باشندگان این دیار را بدون استثنا در یک دادگاه ذهنی و پنهانی محکوم به فقر فرهنگی نمودند که تاکنون که 45 سال می‌گذرد هیچ دانشگاهی، هیچ آکادمیسیانی که بسیار کم نداریم، چندین دانشگاه داریم، صدا از هیچ کسی در نیامده است که آقا ما چرا محکوم به این شدیم، که اگر اغراق نباشد بنده فقط در طی یک دوره‌ای تایتل صفحه اول روزنامه هم کرده بودم بدین مفهوم که فقر فرهنگی در این منطقه عمومیت ندارد، که همین هم باعث شکایت، شکواییه و ناراحتی بسیاری افراد بود که ای کاش دکتر عباس علی نورا زنده بود و برای این شهادت میداد. ثالثا، غافل از این که فقر فرهنگی خود یکی از فرزندان ناقص الخلقه فقر فکری می باشد و تأسف بارتر این که بر اساس تئوری حفظ قدرت همه دولت ها بعد از انقلاب در راستای حفظ شرایط خودشان افراد دونپایه را که به هر وسیله‌ای به قدرت وصل شده اند، که اصولاً رزومه مسائل روحی، روانی، آن چیزی که در دنیای مدرن امروز مطرح می باشد در نظر گرفته نمی شود، زیر چتر به اصطلاح اقتدار نظام به خصوص در دولت 13 قرار می گیرند و مدیریت کلان سیاسی تحت هیچ شرایطی مایل نیست، توجه کنید، مایل نیست زیر پای او را ببیند که چه ضایعاتی به بار می آورد. خیر، هر کاری می کند چون آقا مدیر فرهنگ است، بله، مورد تایید باید قرار بگیرد که این حفظ صیانت از نظام بهانه‌ای برای حفظ قدرت دولت‌ها ایزن نهل‌های فکری زیادخواه و قدرت جناحی می باشد. یکی از خلاقیت‌های معجزه‌گونه مدیر فوق به محاق گرفتن اولین و آخرین مستند پژوهشی
که میتوانم به جرأت بگویم در طول عمر نه دولت پهلوی و نه حاکمیت اسلامی کسی جسارت به وجود آوردن و تولید چنین کاری را، توجه کنید، به منظور باز آفرینی هویت و فرهنگ ایرانی بلوچ و بلوچستان با مدیر قبل از وی توافق به اجرا در می آید که ساختار اصلی آن برای تلطیف و ایجاد آرامش در مقابل آنچه که شما از 8 مهر 401 به این سو میبینید و تلطیف و ایجاد باورمندی در مقابل نفوذ و فشار خرد فرهنگ های فدرالیسم قومی مذهبی که این گناهکار تنها کسی است که در این حوزه در رسانه ها یک خارج از کشور حداقل در دوره‌ای بسیار شدید کار کرده که بعداً با آن خواهیم پرداخت. بنابراین اشاره کردم که این نهله های فکری، این خرد فرهنگ ها که تولدشان، شکلگیریشان ناشی از ناکارآمدی مدیریت سیاسی ما بوده است که امروز و سالهاست منافع ملی ما در این راسته لطمه میخورد و نمیخواهند اگر رساله‌ای را در این رابطه بنده یا دیگری می نویسد بپذیرند، مطالعه بکنند و بسیار مسائل دیگر. باید گفت که این نهله‌های قومی و مذهب پرست در زیر پوست اقشار اکثریتی توحیده است و عوام در هم تنیده بود که در 8 مهر این انفجار صورت گرفت که همگان می‌دانیم. ایزن تفکر پشت این جریان حتی تا کنون توانسته مانع از آسیب شناسی هزینه‌های ملی این نابخردی باشد و عملاً مورد حمایت قرار می‌گیرد. شما را به دست خدای ایران و دادار این سرزمین می سپارم تا اپیزود 4. ممنون.